میفرماید اینی که میفرماید که من انفسکم، خب شما الان وقتی میگی من انفسکم، کافر و گبر و ملحد و آلوده و فاسق و فاجر هم من انفسکم دیگه، انسان دیگه. الان ما 70 میلیون میگیم جمعیتی، 70 میلیون که همش مؤمن نیستن. من انفسکم یعنی ما از این مردمیم دیگه، بعد خوبه اینطوره اونطوره. شما ممکنه یه کشور که هیچی، یه فامیل، یه خانواده اخوانی 2 تاشون عوضی هن، دزدن، بدن، معتادن، نمیدونم چیه، من انفسکم میگیره همه رو. این 3 تا صفت، این موضوع محبوبین اینطور بودن. حالا اینا اینطور بودن. حالا میخوام آیه بعدی رو بگم. این آیه بعدی ذکر اینهاست. به به، اگر 1000 تا قل هو الله بخونی، اگه 1000 تا لا حول ولا بخونی، نمیدونم این ولا بخونی، اون ولا بخونی، آن بلا بخونی، هر کاری که بکنی، این ذکر محبوبین و ذکر اولیاء خداست. این ذکر رو اینطوری که عرض میکنه حتما هر روز بخونه آدم، شب بخونه، روز بخونه، تو سجده بخونه، تو قنوت بخونه، همه جا بخونه، تو بیداری بخونه. بیدار میشه این ذکر رو بخونه، حرکت کنه. میخواد بخوابه این ذکر رو بخونه بخوابه. حسن پیدا میکنه. هرچه بلاء جن و انس است حریمش دور میشه، آتش به باره این مسون میمونه. این ذکر چیه؟ این ذکر همون چی میگفت، میان عاشق و معشوق رمزیست کجا داند آن که اشتر میچراند. ببینید تو گوشش میگه فَإِن تَوَلَّوْا، پیغمبر اگه همه پشت کردن، همه رفتن، تنها موندی، غریب شدی، بی کس شدی، بی یاور شدی، بی یار شدی، بی خیال، این کاری میگم بکن، جای همه شونو پر میکنن. به به به، ما نمیدونیم یعنی چی این حرفا. اولیاء خدا میشه غریب میشن، بی کس میشن، تنها میشن، میشه مبتلا میشن، میشه گرفتار میشن. اونا این ذکرشونه. فَإِن تَوَلَّوْا، ببین فعلم جمع اومده، لو هم نیومده تعلیقی باشه، ان اومده، ان هم با فا اومده. فَإِن تَوَلَّوْا، اگه همه رفتن، بی خیال، خودم هستم. تو این ذکر رو بگو، برو جلو، باقیش با خودم. اون ذکر چیه؟ میفرماید فقل حسبی الله لا اله الا هو. اسم ذاته الله لا اله الا هو. عرض کردیم اسم اعظم داره، نقطه نداره، الف لام هم نداره. الله خودش اسم بسیطه، لا که بسیطه، اله هم بسیطه، الا هم انلا نیست، الا هم بسیطه، خوبه هم که خوبه. الله اسم ظاهرش میشه، خوبه باطنش میشه. الله و خوبه تمام اسماء الهیه. به جای اینکه جوشر کبیر و صغیر بخونی، هو الله هو الله هو الله. فقل حسبی الله لا اله الا هو. این اسم ذاته. علیه توکلت، این اسم صفاته. و هو رب العرش العظیم، این اسم فعله. ما 3 تا اسم بیشتر نداریم اصلا. حالا اینی که دارم عرض میکنم، برید اوراد، اذکار، کتاب‌ها، اگر اینطور که عرض میکنم جایی پیدا کردید بهم بگید. لا اله الا هو اسم ذاته. علیه توکلت اسم صفات.
هو رب العرش العظیم اسم فعله، عرش و اینا اسم فعله. حالا ببینید الله لا اله الا هو اینجا نیست، حسبی الله، حسبان خودش رو در اختیار، میگه همه رفتن خودت بذار در اختیار من. حسبی حسبی یا من هو حسبی، حسبی حسبی یا من هو حسبی. این خودش یه ذکر. انسان تو تعقیباتش حسبی حسبی یا من هو حسبی، حسبی حسبی یا من هو حسبی، حسبی حسبی یا من هو حسبی. یه وقت می‌بینی یه کسی جلوت نشسته، چی میخوای؟ من اون بالا کشوندی پایین. این آدم که او را اون بالا کشت پایین دیگه نمیگه من ماست میخوام، نون میخوام، هیچی میخواستم ببینم تو همین. هیچی نمیخواد، نه قربونت برم، فقط خواستم بکشونمتون پایین. میشه خدا رو بکشونم پایین. حسبی حسبی یا من و حسبی، حسبی حسبی یا من، حسبی حسبی یا من و حسبی. 3 تا حسبی داره. حسبی حسبی یا من و حسبی، حسبی حسبی یا من و حسبی. این آدم میتونه تو ماشین و این ورم، اما جای این اسم موقع است که این قصد کرده، توبه کرده، حالا رو به قبله نشسته. حسبی حسبی یا من و حسبی، حسبی حسبی یا من. خب یه وقت اون اولیای کمل دیگه مابقیش یادشون میره، اصلا استفاده نمیکنه. لا اله، بابا برو دنبال کاره، لا اله الا اینا چیه؟ حسبی تو جان خودمه. لا اله داری تعریف میکنی، یه آدمی همچینه کسی تعریف نمیکنه، تو خودشه. حسبی الله لا اله الا هو. این حسبی خودش سره، لذا از اسم جلو افتاده، از الله لا اله الا هو جلو افتاده. آخه الله لا اله الا هو حسبی حسبی، آخه این از اسم ذاتی جلو افتاده. حسبی الله لا اله الا هو، این مال اسم ذات. تو اسم صفت هم جلو افتاده. به به، اینا این چیزه. شما الان یه جایی بری علوم غریبه جدیده مدیده، اینا دیگه همون ظرفا خودشو داره. ببینید توکلت علی الحی الذی لا یموت، این حرفا نیست. علیه توکلت، علیه جلو افتاده. اونجا حسبی جلو افتاد، اینجا علیه جلو افتاده. علیه توکلت. به فعل که میرسه و هو رب العرش العظیم، چون عرش العظیم دیگه ظرف ناسوت دنیاست. هو رب العرش العظیم. اگر انسان این ذکر رو 1000 تا قلف به یه در بزنن، 1000 تا تخت سنگ رو هم بذارن، محبوبین با همین ذکر همه رو میشکنن. دیدید یا 30 تا سنگ میذارن میزنه همه میشکنه. این 30 تا سنگ همین هم نمیتونه 2 تا سنگ بشکنه. این سنگا رو روی ریتمی میذاره که 30 تاشو میشکنه. یعنی خود سنگا هم دیگه رو میشکنن، این یکیشو میشکنه، اون مابقی خودش شکسته میشه. این میگه حسبی، اونا خودش میشکنن. فَإِن تَوَلَّوْا، اولیاء خدا اصلا از تنهایی، از چی، اصلا هیچ. این لو نه این اگه همه رفتن، تو گوشش میگه فقل، بگو
حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. خوب این اسم دقت کنیم مهندسیش رو. اولی فإن تولوا فقل حسبی. حسبی اسم خلقه، اینه حسبی. حالا یالله حسبی کفایت هم میکنه، این حسنه، این حسنه. حسبی الله لا اله. حالا لا اله الا هو علیه باز به کی برمیگرده؟ الله، همون لا اله الا هو. توکلت باز خدا، هو رب العرش العظیم باز خدا شد. فقط حسبیش اسم خلقیه که داره میگه، خودش میگه قل تو اینطوری بگو. آخه خوب نیست بذار لا اله الا رو میگه همین که بهت میگم گوش بده. فقل حسبی الله لا اله علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. بذارید بگم تو این سه تا ریتمه. فاین تولوا که مردم بودن و همه رفتن که رفتن. فقل کی میگه فقل؟ خدا. حسبی پس یکی خدایی که خلق. فقل حسبی. اما الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم هیچ کدوم حضور نداره. لا اله الا هو هو رب العرش العظیم علیه توکلت. توکلت فعلش چیه؟ متکلم وحده است، یعنی چون همه که تولوا. چرا علیه توکلت؟ خب توکلنا ما همه رفتن. کدوم نا؟ تولوا همه رفتن. توکلت دو تاش خلقیه، ما بقیش حقیه. یکی حسبی که حسبی تخاطب نفسیه. حسبی توکلت باز فعل نفسیه. ما بقیش هو رب العرش العظیم لا اله الا الله. همه این سوره لذا گفتیم چی؟ ما اگه اسمی داشتیم گفتیم سوره توحید نه سوره براءت. حالا گفتم یه وقت دلمون میخواد یه جایی تفسیر تو قرآن من این اسما رو بیریزم، ولی این ترسه آدم باز مشکل پیدا بشه. آقا چرا سوره براءت؟ سوره توحید. برو تو قرآن ببین این آیه کجا دیگه چی داری. حسبی حسبی یا من هو حسبی علیه توکلت علیه توکلت. هیچ کس نیست. هو رب العرش العظیم. رب العرش العظیم میشه اسم خلق. هو رب حقیه، العرش العظیم ظرف خلقیه. اگر انسان شب و روز با این آیه خودشو محشور کنه، اگه علم لدنی نصیبی شد بشه، اگر صفای باطن پیدا کرد بکنه، اگر خوف از دلش خارج شد بشه، اگه مشکل اصلاً نداشته باشه. ولی باید اینها اذن میخواد. ببخشید من اینا که میگم باید بعدها یه جاهایی که اینا رو چی کردیم من اینا رو دلیلامو بیارم. الان دارم میگم دلیل نمیارم.
یعنی جای دلیل نیست اینجا. این چیه؟ این ذکرها ویزیت میخواد. باید یک کسی به آدم بگه که بگه آدم خودش نمیتونه همینطوری ها بره یه قفل بندازه به در بانک ملی بگه الان باز میکنم. حالا ممکنه قفلش هم داشته باشه، کاری نداره. الان ما اینقدر الحمدلله تو این جهت رشد کردیم، تو دزدی، تو درواکنی، اصلا احتیاج به قول هم نداریم، خودمون وا میکنیم. باور میکنیم 10,000 تومان بده، هر دری رو بخوای برات باز میکنه. شاکلیت، اصلا شاکلیت هم میفروشه. اینجا فرمود و فان تولوا فقل. یک کسی داره بهش میگه بگو. یک کسی باید بگه به آدم. حالا اون کی باشه، چی باشه، چه جوری باشه، انشالله که خدا قرآن که فرستاده که ما استفاده کنیم. معصومین که مربی قرآنن به ما اجازه دادن از قرآن استفاده کنیم. ما خودمون استفاده نمی کنیم، یه بحث دیگه است. انسان صبح که بلند میشه حسبی الله لا اله الا علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. خیلی زیاد نیست، خیلی مشکل نیست. به قول اون بیان ان لم تکن حلیما فتحلم. چطور نماز که میخونی قل هو الله احد گفته پیغمبر بگو، بعد به ما میگه قل هو الله احد. و پس قل دیگه داره میگه، برای یک پیغمبر نمیگه. قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله فلان. اونجا همه میتونن استفاده کنن. اینجا که میرسه نه، اینجا هم میشه. قل فان تولوا قل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله. اون فین تولوا تمکینه. اصلا آدم ببینید اون ظرف فعلیه. آدم که تو غربته، تنهاییه، تو چی دیگه الان لازم نیست بگه حسبی الله لا اله الا. نعم الوکیل نه، حسبی الله و نعم الوکیل هم داریم. اونجا اخاذیه، خدا کفایت میکنه، مواظبته. نه، حسبی الله. من اصلا نگفتم خدا مواظبم باشه. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش. من چیزی نخواستم، من حرفی نزدم، من چیزی نمیخواستم از خدا. ما گدای خدا نکنن. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. عرش که میدونید که نهایت عالم ناسوت، یعنی محو و اثبات و لوح اینا هم همه اون تو هم. کرسی هم همینطور. ازا این آیه، ولی مهم اون 4 تاست. من انفسکم حریص علیکم عزیز معنتم علیه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یه همچین آدمی خودش اذنه. فقل حسبی الله لا اله الا هو. خدا به انسان توفیق بده آدم خودش رو تکون بده. اولا من انفسکم، خودش از مردم جدا نکنه، مثل مردم باشه، با مردم باشه. یعنی یه نفر رو که میبینه انگار کنه خدا رو دیده، زیارت کنه این آدم رو. یا آدم که میبینه انگار کنه پیغمبر رو دیده. فرمود الخلق عیال الله، اینا خانواده خدا هستن. برو بابا این دیگه کیه؟ این آدم چقدر عوضیه.
این حالا حسبی مسبیش دیگه چی؟ این همون تسبیح باید بگه. تسبیح یا من خب تسبیح این میبینه عیال الله، الخلق عیال الله، الخلق رسول الله. این از جانب خدا آمد. میشه آدم به این مقام برسه؟ مردم که میبینه انگار کنه یه پیغمبر دیده، مردم میبینه انگار کنه یک امام دیده. میشه آدم به این صفا، به این باطن برسه؟ ما مردم که میبینیم انگار دشمن خدا میبینیم، همش مردم، یعنی آقا دشمن رو میبینید دشمن بازی میکنیم. الان میبینید همش دشمن بازی میکنیم. آقا مردم چطور میگی ائمه معصومین؟ مردم همون ائمه معصومین هستن. چی میگفت؟ دیده خواهم شهشناس تا شناست شاه رو در هر لباس. مردم آقا، حالا قدش بلند، جیبش پره، کیف دستشه، سلام عرض کردم قربان. حالا یه آدمه همینطوری راه جواب سلامش هم درست نمیده. خسرت دنیا والا. مخصوصا عرض کردم محبوبین اینطورن، اولیاء خدا اینطورن، اهل علم باید اینطور باشه. من انفسکم، مردمی باشه. عزیزون علیهم ما عنتم، مشکلات مردم اذیتشون بکنه. حریصون علیکم، میخواد یه جوری تزریقشون کنه، اصلا میخواد با یک جوری اینا رو تزریقشون کنه. و هو رب العرش العظیم. خدا به انسان توفیق بده. انسان مخصوصا ماها که اومدیم تو این لباس و تو این راه، معلوم هم نیم ما اومده باشیم، شاید آورده باشن، ما چه میدونیم؟ ما نه از اومدنمون خبر داریم نه از چیز دیگه داریم. اگه بتونه آدم این 4 تا صفت رو تو خودش زنده کنه، واقعا مردم دوست داشته باشه، مردمی باشه و واقعا مشکلات مردم اذیتش کنه. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اگه این صفات داشته باشه، این ذکر مثل الماس هستی وجود براش شکاف میده. این 4 تا صفت داشت. حالا شما دیگه تمرین کنید، دنبال کنید. من نمیخوام راجع به این اسم دیگه چیزی بگم، حرف بزنم. این اسم استثنائیه. این اسم یک آثاری داره، یک خصوصیاتی داره، یه زمینه هایی داره، یک سنگینی هایی داره که گاهی انسان رو تا لب تیغ و آتش میبره. میگه حالا امتحان کن. فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. اصلا من چی دارم میگم؟ دم ظهر جمعه هم هست، دارم هزیون میگم. میبره تا دم تیغ، میگه حالا امتحانم کن. میشه یکی بگه آقا الان این یک جاده سر برفی خرابه، من میرم، من اسکیبازم، یعنی چیکار؟ ول میکنم خودم رو اسکی، وای میسم، نمیخورم زمین. بابا دمت گرم. میرم تا میگم حسبی الله وای میسم. میشه آدم آزمایش کنه، توست کنه. ما طلبا خیلی اهل آزمایشگاه نیستیم و خوبم نیست. آزمایش کنم. یعنی چجوری آزمایش کنم؟ دم زور شطیات بگم، نمیتونم، بیانم قاصره، اصلا نمیخوام بگم، میخوام عوضی بگم. تو این کتابای اوراد و علوم غریبه هیچ وقت نخونید اینا رو. تو اینا عوضی می نویسن. کتاب نوشته عوضی نوشته. چرا؟ میگه خب به دست هر کی افتاد این کتاب، اگه اهل باشه خودش میفهمه کجاش غلط نوشتم. اگه اهلم نباشه که من غلط می‌نویسم که اون نتونه استفاده کنه، یا بیچاره بشه، چی بشه. عوضی می‌نویسه. میگه اون که میفهمه که میفهمه.
عوضیاشو درست میکنن. اونه که نمیفهمه خب هیچی، هر کار زمان هیچی نمیشه، فایده نداره، اصلا خطری براش نداره، چون نمیدونه. شما از توی یه ماشین، از توی یه موتور ماشین 7-8 تا تیکشو ورد و شل کن، این ور کن، این ماشین تصادف دیگه نمیکنه، اصلا استارت نمیخوره، روشن نمیشه که تصادف بکنه. هیچ وقت یه آدم عاقل ماشینو سوئیچ نمیذاره توش ولش کنه تو خیابون. اومده یه بچه نشست گاز داد، اومده یه آدم ناشین گاز داد، اومده یه دوز بدبخت نشست گاز داد، رفت خورد به دیوار. اینجا این مجرمه. برای چی ماشین روشن؟ برای چی سوئیچ؟ برای چی درش باز بود؟ این مجرمه. اینی کتاب می نویسن، اینی که دارم میگم، اینی که کتاب می نویسن غلط کلود می نویسه. میگه حالا اگه من رفت سوارش رو روشنش رو زد به یه جا، تو مسئولی. میگه من 7-8 جاشو شل صفر کردم، این اصلا نمیتونه سوارش، درش هم واوزاری بی خیال، این نمیتونه هیچ کارو بکنه. اونم که میدونه که خب بدونه، اون که خودش میدونه راننده است، میدونه چیکار کنه، این نمیدونه. این فاین تولوا فقل حسبی یعنی چی؟ من نمیخوام اصلا بگم، من غلطش میگم. مثلا یکی 4 تا آدم بکشه غلطه دیگه، نی؟ ببینی این حسبی نیستونه نگرش داره نکشنش. این 10 میلیارد 20 میلیارد پول بدوزه، حسبی. ببین میشه که اینو مگه کسی که انفسکم عزیز و معنتون حریص و علیکم، مگه این میدوزه؟ مگه این آدم میکشه؟ نه، بر مثل عرض کردم حضرت آقا، مثل عرض کردم. این کارو بکنه بازم آقا خیلی چی داری میگی یا دیگه، حالا شما امتحان کن. نه نمیتونی امتحان کن، بزنه تا دم تیغ حسبی یا من هو حسبی، حسبی الله و حسبی الله. هیچ تیغی نبره، هیچ چی نه. چطور تو این زندگی های فکسنی میشه؟ این آقا دزدی حسابی کرده، پارتی داره، هیچ کارش نمیکنن، همچون کرده، ملاحظهش میکنن، اون ملاحظهش میکنن. خب اینجا هم خدا میگه بابا این مال خودم ها، حسبی میگفته ها، ولش کنید. این حسبیه، حسبی نی، حسبیه همچین. خب پس کجاها این تولع؟ اصلا ما تولع رو تصور نمیکنیم. اینی که گفتم غلطش گفتم چون درستش تصور نمیکنیم. کجا این تولع؟ این جیبش که خالی میشه لرزه به قلبش میافته، این یه پخش بکنن میترسه، این 4 نفر دورش میره ضعیف میشه. این کیه به حسبی؟ فاین تولوا، همه برن. همه برن. اینا که همه رفتن میتونید چند تا مثال بزنید؟ من هی میخوام ولم نمیکنه آیه، هی میخوام ولش کنم، خب من ولش میکنم، اون منو ول نمیکنه، ول نمیکنه اصلا. مسلم رو ذکرش چی بوده؟ امام حسین اون موقعی که یا سیوف خود، این ذکرش چی بوده؟ امیرالمومنین اون ذکرش چی بوده؟ پیغمبر بعضی مواقع ذکرش چی بود؟ فقل فاین تولوا فقل. این یک گوهر الهی است، انسان قدرش بدونه و ازش خوب استفاده کنه ان شاء الله. اللهم صل علی